آیا واقعا تا حالا به این فکر نکردی که چرا ما میخوایم بریم مریخ؟ چرا نریم زهره؟ هم نزدیکتر، هم شباهت خیلی بیشتری به زمین داره. سلام، خیلی خوش اومدید به ویدیو کانال ما. امیدوارم که هر جای جهان که باشید حال دلتون عالی باشه. خب ما در این کانال به موضوعها و مباحث کیهان و منظومه شمسی میپردازیم و موضوع این کلیپ ما در مورد این هست که چرا ما باید بریم مریخ، چرا به زهره نریم که هم نزدیکتر و شباهت‌های خیلی زیادی نسبت به زمین داره. خب در این ویدیو میخوام تصوراتتون رو کلاً از سیاره زهره به هم بریزم. خب با ما همراه باشید تا آخر این ویدیو. سیاره زهره شباهت‌های خیلی زیادی نسبت به زمین داره، تا حدی که قطر آن فقط 600 کیلومتر از زمین کوچکتر است و جاذبه آن 91% جاذبه زمین است. یعنی اگه شما در زمین 100 کیلو باشید، در آنجا 91 کیلو خواهید و فاصله آن با خورشید 108 میلیون کیلومتر است، در حالی که فاصله زمین 149 میلیون کیلومتر است. و این یعنی فاصله چندان نزدیکی نسبت به خورشید نداره. پس ما نباید نگران گرمی زیاد آن باشیم. سالها تا قبل این که کاوشگر وینی آر 13 عکس ها و تصاویر از سطح زهره بفرستد، فکر میکردن که زهره بنا به ابرهایی که پوشیده، کاملا آن را پوشیده اند، یک جای کاملا سرسبز پر از جنگل و رود و دریاها و نمیدونم چیهای، رودهای پر آب هست، تا جایی که کاوشگرهایی که به آنجا فرستاده شدن برای این طراحی شده بودند که حتی روی آب هم مقاوم باشند. و اما اصل موضوع برمیگردد به زمان جنگ سرد بین آمریکا و شوروی. جنگ سرد یعنی سالهایی بین 1961 تا 1984. شوروی در میان این سالها پروژه بسیار بزرگی به نام وینی آر را شروع کرد که طی آن کاوشگرهای بسیار زیادی را روانه زهره کرد و از تمام این کاوشگرها فقط 13 تا توانستند وارد جو یا اتمسفر زهره شوند و فقط 10 تا از آنها توانستند روی سطح زهره فرود آیند و این اولین فرود تجهیزات انسانی بر روی یک سیاره بیگانه بود. چیزی که همه را شوکه کرد دمای 457 درجه سطح زهره و اتمسفر 96.5% کربن دی اکسید و فشار هوایی که 92 برابر فشار هوا در سطح زمین بود. واقعا یک جهنم خشن به تمام معنا. کاوشگرهایی به آن همه توانایی و قدرت فقط 23 دقیقه تا حداکثر 2 ساعت دوام آوردند و حالا انسان متوجه شده بود که آن ابرهای زیبایی روی سیاره زهره در واقع یک نقاب از یک جهنم خشن هستند. سیاره‌ای پر از آتشفشان‌های فعال و از همه وحشتناکتر این که در این سیاره رودهای آن به جای آب از مواد مذاب پر شده است و آنقدر رودهای زیاد و بزرگی دارد که رود هایدلر به تنهایی از رود نیل بزرگتر و طولانی تر است. آن ابرهای زیبایی که مردم تصور می‌کردند باران‌های زیبایی در آن وجود دارد، کاملا برعکس بود. جنس این ابرها و باران‌ها از اسید و این ابرها موقع باریدن به دلیل گرمی بیش از حد هوا هرگز به سطح زمین نمی‌رسیدند. این فکرشو بکن، دل جایی قدم میزنی که بالات بارون میباره ولی روی خودت نمیباره. واقعا عجیب و غریب است. فشار هوا در سطح زهره به دلیل غلیظ بودن کربن دی اکسید آنقدر زیاد است که در هر سانتی متر مربع از بدن انسان وزنی معادل 235 کیلوگرم فشار وارد می شود. یعنی فقط باد رو اینجا بذارید دیگه کلن از بین رفت. همه چیز برمیگردد به اتمسفر آن که از کربن دی اکسید ساخته شده است. کربن دی اکسید انرژی مادون قرمز را در خود جذب و آن را حبس کرده و سپس
با فشار آن را به اطراف پخش می کند و این باعث گرم شدن سطح زهره می شود. اما چیز جالب در مورد این سیاره که باید در آخر گفت این است که این سیاره برخلاف سایر سیاره‌های منظومه شمسی به دور خودش می‌چرخد. یعنی خورشید در آن از سمت قبله طلوع، از سمت مشرق غروب می‌کند و برعکس آن می‌چرخد. اگر از این ویدیو خوشتون اومد چنل ما رو سابسکرایب و این ویدیو رو لایک کنید تا ویدیوهای بعدی. خدایا رو نگهدار.